انواع بدینه و نحوه شناختش: کلاسیک، مدرن و نئوکلاسیک. کلاسیکمون پرکار هستش، از گچبری‌های زیادی استفاده میشه، قاب‌بندی‌های مختلفی داره، لندنکاری، منبت‌کاری و موتیف‌های مختلفی هستش که شما حتی داخل این قاب‌بندی‌ها از نقش و نگارها، از نقاشی‌های زیادی میتونین استفاده کنین. ولی در مدرنمون طرح کاملا ساده، قاب‌بندی‌های ساده، دیوارهای کاملا صاف و حتی از رنگ‌های خنثی و روشن درش استفاده میشه. ولی در نئوکلاسیکمون تلفیق بین کلاسیک و مدرنمون هستش که از گچبری‌های کاملا کمتر و سبکتر استفاده میشه، از رنگ‌های خنثی و روشن استفاده میشه. حالا شما هستین که با هنر دستتون و خلاقیتی که دارین میتونید یک فضای بسیار زیبا و دلنشین رو به کارفرماتون ارائه بدین. ممنون از همراهیتون.